یه سوال ساده ازت میپرسم. تا حالا شده صبح از خواب بیدار شی حس کنی ذهنت سنگینه، بدنت خسته است با اینکه 7-8 ساعت هم خواب بودی؟ امروز میخوام این 3 رفتار رو علمی واسه توضیح بدم و 3 راه حل عالی که یوگا و تغذیه بهت کمک میکنه بدنت برگرده به حالت آروم و عادی قبلیش. طبق تحقیقات نوروساینس زندگی امروز بدن ما رو در حالت فایت اور فلایت قرار داده، یعنی همیشه در حال اضطرار که باعث افزایش کورتیزول، کمخوابی، استرس و افسردگی کم درجه قرار میده. برای زنان 20 تا 40 سال تاثیرش 2 برابره. چرا؟ چون هورموناشون حساس تره. اما خبر خوب چیه؟ تنها با 2 دقیقه تنفس یوگایی میتونی سیستم عصبی سیمپاتیک رو به پاراسیمپاتیک تبدیل کنین، یعنی از حالت جنگ به حالت ترمیم. با من انجام بدین. 4 ثانیه دم میگیریم، 2 ثانیه حبس میکنیم، 6 ثانیه بازدم میگیریم. میریم که با هم انجام بدیم. این تنفس رو میتونین تو خونه بارها و بارها در طول روز انجام بدین. حقیقت علمی شماره 2، التهاب پنهان. مقاله های جدید تغذیه میگن 60% از اضافه وزن، اضطراب و خستگی به خاطر اینفلامیشن، یعنی التهاب های پنهان. حتی اگه کم غذا بخوری یا چیزهای اشتباه بخوری مثل قهوه خالی خوردن، قندهای پنهان و غذاهای فرآوری شده، بدن تو رو وارد پروسه التهاب‌های پنهان میکنه. 3 ماده غذایی که طبق تحقیقات بیشترین تاثیر رو روی کاهش التهاب بدن ما میذاره به ترتیب امگا 3 طبیعی که توی گردو، ماهی سالمون و تخم کتان هست، غذاهای تخمیر شده مثل ماست یونانی و کفیر، فیبر محلول مثل میوه ها و جوی دوسر. اینها مستقیم روی خلق و خو و هورمون‌های ما تاثیر میذارن. حقیقت علمی شماره 3، کمبود حرکت و فرسودگی عضلات کوچک. شگفت انگیزه، اما طبق تحقیقات زنان در سن 25 تا 40 سال بیشتر از مردا عضلات کوچکشون رو از دست میدن. دلیلش هم مشخصه، به خاطر زیاد نشستن، استرس، کم تحرکی که باعث گردن درد، کمر درد و احساس پیری زودرس میشه. 3 حرکت یوگا که به صورت علمی تایید شده به تقویت عضلات کوچک ما کمک میکنه شامل پل، کتنکاو و پلانکای کوتاه 20 ثانیه‌ایه. اینا 5 دقیقه بیشتر وقتتو نمیگیره ولی حس و حال روزتو به کلی تغییر میده. اگر 3 حقیقت امروز رو بخوام به صورت خلاصه واسه توضیح بدم، بدن ما خسته نیست، فقط از ریتم طبیعی خودش خارج شده که با 3 اصول اصلی زندگی مثل تنفس باید ریتم ذهنمون و سیستم عصبیمون رو آروم بکنیم. غذاهایی که میخوریم باعث التهاب بدنمون نشه و حرکات کوچیکی که انجام میدیم باعث ساخته شدن عضلات ریز در بدنمون بشه تا حس و حال خوب همیشه و هر روز همراه ما باشه. همین 3 مورد زندگی تو به کلی عوض میکنه. من تو این چنل قراره این 3 مورد رو به صورت علمی باهات کار کنم و پیش برم. اگه فکر میکنی واسط مفیده حتما ویدیوهای منو دنبال کن. اگه فکر میکنی کمک میکنه به پیشرفت زندگی بقیه، لطفا ویدیو رو واسهشون شیر کن. ممنون که با لایکاتون منو حمایت میکنین. متشکرم که همراه من هستین. در ادامه مسیر همراهتون هستم.